بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست من برای افغانستان. در قسمت قبل آنچه را که در سال 2006 میلادی تحت عنوان سیاست من منتشر کرده بودم برایتان قرائت نمودم. در آن گفتار گفته بودم که سیاست من برای آن است که اروپا را از منارشی نجات دهد. در اینجا باید توضیح دهم که سیاست من برای نجات و کامیابی افغانستان نیز می باشد. دین مردم افغانستان در حال تغییر و تأثیرپذیری از بیگانگان بوده و فرهنگ افغانستان در زیر تهدید فروپاشی و مسموم شدن می باشد. بنابراین قیام برای نجات افغانستان وظیفه هر مسلمان و افغانی است. این بخش می تواند مرا تا حدود زیادی بر روشنفکران و علما و دیگر مردم معرفی نماید. آنچه که مهم است این است که سیاست من بر اساس دین پایه‌گذاری شده است و این امر به معنی نفی سیاست‌های شیطانی دیگران است. در اصل روش من یک راه حل دینی برای اصلاح سیاست در جهان معاصر می باشد. سیاست من برای افغانستان در قدم اول برای زدودن آثار سیاست شیاطین از افغانستان و جایگزین کردن یک سیاست الهی در آن طرح ریزی شده است. من به همه آنهایی که در دام شیاطین گرفتار شده و در سیاست شیطانی غوطه ورگشته‌اند توصیه می کنم که خودشان را از منجلاب نجات داده و سرنوشت دیگری برای آخرت خود انتخاب نمایند. من برای معرفی سیاست خود به ملت از طریق همین عرصه سیاسی وارد عمل شدم و انتظار دارم که همه آنهایی که در قبال دین احساس مسئولیت می کنند در رساندن این پیام به افکار عمومی افغانستان فعال و جدی باشند.